اگه دنبال یه فایل زیر قیمت تو منطقه 1 می‌گردید، توصیه می‌کنم حتما تا آخر ویدیو همراه ما باشید. ساختمانی که مشاهده می‌کنید 13 سال ساخت، داره سند تک‌برگ از ساخته‌های مهندس مطهری عزیز و همچنین طراحی مهندس فرزاد دلیری هستش. زیباتون می‌کنم معرفی آپارتمانمون رو. این آپارتمان 279 متری تک واحدی داره 4 خواب، 2 خواب مستر و همچنین 2 سرویس عمومی و مجزا که خدمتتون تقدیم میشه. داره 2 پارکینگ سندی و همچنین انباری. این اتاق اولمون هستش که به عنوان اتاق مهمان تعریف شده. این اتاق جزو اتاق‌های مسترمون هستش و نکته جالبی که داره این اتاق 2 تا بالکن داره. یه بالکن یه مقدار کوچیک‌تر و بالکن دوم که توی ادامه ویدیو دیدید یه بالکنی هستش که کاملا قابل چیدمان هستش. از خصوصیات دیگه این آپارتمان که براتون توضیح بدم اینه که این آپارتمان داره یه مشاهده بسیار قوی هستش، حیاط کاملا مشجر، داره استخر، سونای بخار، سونای خشک و همچنین جکوزی هستش. ملاحظه می‌کنید چیلر هستش. صحبتی آماده که محترم کردیم به تازگی تمامی سرویس‌ها و تعویض قطعاتش هم انجام شده. این هم امضای طراح عزیزم مهندس دلیری. اون شکستگی و پله‌ای که رو همه کارا ایشون داره. این هم زل جنوبیه که خدمتتون عرض کردم. آشپزخونه کاملا از زل جنوب میگیره. آشپزخونه هم یه بالکن داره که اونجا هم کاملا قابل چیدمان هستش. از خصوصیات این آپارتمان بخوام براتون توضیح اضافه تر بدم اینه که طبقات اول، دوم و سومش دو واحدیه و ما بقیه طبقات تک واحدیه که این آپارتمان در طبقه 8 هستش و تک واحدی خدمتتون تقدیم میشه. فضای پرایوت و 3 اتاق خواب باقی موندهمون که از نظر طراحی کاملا جدا شده از پذیراییمون. یه لاندری خیلی کوچیک و جمع جور و 3 اتاق خوابی رو که توی ویدیو می‌بینید که اون اتاق خانواده هست و اتاق مورد علاقه منم هست. هم از نظر نورگیری و هم از نظر امکاناتی که داخلش هستش. دقیقاً همین اتاق منظورم هست. دوستان عزیز برای بازدید از این واحد و همچنین خرید این واحد میتونید که با بنده تماس بگیرید. شماره‌مو ذیل این ویدیو براتون می‌نویسم. تقدیم نگاه زیباتون. بسیار واحد زیبا و زیر قیمتی هستش و از نظر لوکیشنی هم که دیگه توضیحی نداره.